آدینه هاشم دریای شعر فارسی اند. همچنان که زبان لهجه دارد، موسیقی هم رنگ دارد و لهجه پیدا می کند. موسیقی آدینه هاشم درستترین موسیقی که مربوط به زبان است. محمد رضای شجریان. مغنی کجایی به گلبان گیرود، به یاد آوران خسروانی سرود. چنان برکش آوای خونیاگری، که ناهیدی چنگی به رقص آوری. آدینه هاشم سال 1938 در دهه نیمدره ناحیه شورآباد در عائله آوازخوان معروف آن دیار قاسم هاشم تولد شده تحصیلات همگانی را در دبستان زادگاهش گرفته است. بعد از ختم دبستان آدینه هاشم تحصیل خود را در آموزشگاه موسیقی شهر دوشنبه ادامه داده، پس از فراورد آموزشگاه به دانش و مهارت خود قانع نشده، پی تحصیل علم و دانشکده زبان و ادبیات شهر کولاب می آید. در این درگاه علم و معرفت آدینه هاشم شهرتیار گشت. سروده های نخستینش بالهایی شدند و او را تا اوج آسمان هنر به پرواز آوردند. آدینه از این نردبان به معراج هنر رسید. در کمالات معنوی آدینه هاشم قبلگاهش حافظ خلقی تاجیکستان قاسم هاشم سهم زیادی دارد. وقتی پدرم حافظی میکرد همراهش رحمت یکم هم میگرفت، یکم غژک میکشید. او چین با غژک سرود میخواند. پدرم دیتار قدی بود. بعد من یک تولک میگرفتم، میده که بدم تولک برداشتم تولک میزدم. پدرش هم نیست خواننده خیلی محبوب بود در بین خلق، اعتباری بلند داشت. خب حافظ خلقی جمهوری تاجیکستان عنوان داشتند و این مکتب را استاد آدینه هاشم از مکتبی یعنی سبکی خاصه پدرشان قاسم هاشم گرفتند. مکتب معین و سبک و اسلوب خاص خودشون را داشتند. از پدرشون خدا رحمتی بابای قاسم آموختن. البته امین صنعت، هنرمندی، آوازخوانی، حافظی در خانوادگی بابای آدینه از سر کرده از پدر و بابا کلانشون همین خیلی از سینه به سینه اولادی آمدن. هنرمندی بودند نوتکرار با صدای خیلی فارم و گوشنواز و با اسلوب سبک و خاصه به خود خاص. غایبانه میخونند وقتی درساشون نه. من خبر میگیرم اگر یکی رفتنی باشه با هم یک جای میریم، اگر نباشه خیلی بعد میرم. بعد اومده یک خبرگیر شدم نگاه کردم که اگزمین دارن، امتحان دارن. بعد خیلی در اومدیم دیدن ولی ظریف هم با هم یک جای میخوندن، یک چند کس بود. بچه ها بعد دیدنم فریاد کردن که بیا حاضر امتحان رفته است. بعد خیلی اگزمین شده. معلم امیرخان یک معلم زبان ادبیات بود. بعد فریاد کرد برداشتم دکم چای کشیدم جو گفت که استودنت های ما را تماشا کن. خیلی شب فریاد کرد ولی ظریف فریاد کرد، دیگه شب فریاد کرد. بعد نوبتی رحمتی شد. اومد بلیط طریق گرفت، یک نگاه کرد، از دهن در همین یک ربایی خواند. آیدی هم بگیم از خیالاتون برآمده است. خیلی میگم سالهای 68 یا 69 یا خیلی یک عمری با برکت یک آدم. از همونجا جواب دادن.
بلیت هم یک بار نگاه کردیم، نگاه کرد به همون روایی خواندگیش. معلم گفت آدینه جان نمیگه گویا که 20 تا بلیت جواب دادی. بعد 5 ماه برآمدیم. اون چیزی که میدونست در دفترهای بیاض اونها رو ثبت میکرد، مینوشت. بعد هیچ کس هیچ وقت همون یگان غزل باور نمیکرد که در دفتر ثبت کنه بنویسد. حتما خودش مینوشت. میترسید که یگان کلمه، یگان حرف، یگان عباره خطا نیاید. صوت و ساز ابن هاشم یادگاری ملت است. ناله آشفته از روزگاری ملت است. من به سیمایش فروغ آل سامان دیدم، وارث سامان و نوح و شهریار ملت است. بازار صابیر. این چهره بی‌مثل صنعت در عالم موسیقی با ایجادیات ماندگار و ناتکرار خود داد هنری سرایندگی را داد. چون سرود و ترانه های این شاهباز آسمان صنعت موسیقی طنین می اندازند، ما سیمای او را در آینه یاد می یابیم. من تو حتی اگه خود تعریفی نشود می گفتن تا آن درجه میکوبم که شاعر همین شعر نماز شام نوشته است یا صبح بعد این نماز بامداد نوشته است یا یکی
در خواب دیده و خیسته نوشته است. مخصوصیت ایجادات استاد آدینه هاشم همین است که بسیار خلقی است. بسیار خلقی است. هم شخصیتشان و هم ایجادیاتشان بسیار خلقی است. از بین خلق برآمده و به دل خلق راه برده است. در خانه ما هر شب سرود بود، هر شب شعر بود، هر شب صحبت بود. انا از کلوب رحمتی اشور سفر، خی حق نظر غایب، سعیجان حکیم زاده، حق نظر غایب، خی ولی ظریف، اینایی سفر محمد ایوبی می آمدن. وقتی میشد هفته ده یک بار، هفته ده دو بار آدینه سراخکنی می آمدن. اینقدر قوه حافظه بلند داشت. اگر یک غزل رو یک بار همین خیل میخوند علاقه و ازیاد بود. اینقدر قصه های بسیار میدانست، نقد های بسیار میدانست، رباعی های بسیار میدانست. غزل های مولانا و بیدل و جامی و سعدی و خیام. شخصیت ناتکرار دنیای موسیقی و سرود و ادبیات و شعر و عموما دنیای آوازخوانی و حافظی و این به شمار می رود. استاد آدینه هاشم در دایره فلک غزلخوانی را جاری کرد. غزل را در شکل فلک امروز مکتب فقط استاد آدینه هاشم خوانده می تواند. امید داریم که در آینده نبیرگان و فرزندان همین مکتب انشالله که ادامه میدن، زیرا که این مکتب با دل و دیده و خون مردم تاجیک رفته رسیده است. آن مرد که از نسخه قاسم باشد، در صحن غزل سرایی دایم باشد، از بحر سرودن دل و نیت خلق حافظ باشد، آدینه هاشم باشد. لایق شیرعلی. بر شمشیر جسمی لاغرم دارم که شبنم در کنار گل حسد بر بسترم دارم و دریای پر از شوری حوادث آن صبورم من که به آرامی دریا خطر از لنگرم دارم و دریای پر از شوری حوادث آن صبورم من که به آرامی دریا خطر از لنگرم دارم. ندارد بزمی جانان محرم محروم تر از من، ندارد بزمی جانان محرم محروم تر از من. ادب لب تشنه در آغوش آبی کوثرم دارم، ادب لب تشنه در آغوش آبی کوثرم دارم. انمی شعر وقتی که میخوند اگر در جایی که استاد خطبه میشید
باور کنید که همین سر شد استاد قطبی در دیوال میزد. همین غزل صاحب قدر بلند بود، بعد همین آهنگ هم بسیار تاثیر بخش آمد. همین خیلی میخوند که تو تمام کردن شد استاد قطبی فقط داد میگفت. آدینه هاشم، این مرد یک لخت آب و ادای ملت و احیاگری حیاتی با صفا را در شرق و غرب چون پیغمبر و خونیاگری صاحب آواز می شناسند و دوست می دارند و قدر می کنند. قطبی کرام. او با همان سیمای تاجیکانه و خردمندانه به دنیای خیال ما می آید. سرود و ترانه هایش به دیار خاطره ها نور افکنده تارهای میخ را به آوا می آرند. صدای دلانگیز و مرغله‌دارش که پیر و برنا شیفته آن بودند و هستند، احساس انگیزه مهر و اخلاص را، محبت و زیبایی را در دل ما افزون می کند. سرودهای او تا فلک بال می کشایند. فلک از انوار خورشید استعداد او مجلا می گردد. فلک این خلق است، درد دلی مردم است، لیکن به شکل یک منطق معنای چی در آوردن، این کاری آدینه هاشم. سبکی فلک تا دوره آدینه هاشم یک مفهومی خیلی تنگ، یک دایره تنگ بود. لیکن فلک رو آدینه هاشم به گوشه های دنیا، به گوشه های مملکتی مثال هم تاجیکستان بیرون از آن، یعنی که فراخ کرد، یعنی که پروازی فلک رو آدینه هاشم به مردم رساند. دادی فلک رو آدینه هاشم خواند. استاد درد دل شاعران، درد دل کلاسیکان رو، درد دل مردم رو، چیزی رو ایجاد میکردند، اون چیزی رو پیشنهاد به مردم میکردند که خرد و بزرگ قبول داشت و دوستشان میداشتند. صدای مرغوبشان، صدای دلنوازشان همیشه در یاد هواداران موسیقی تاجیک طنین انداز است و هواداران مخلصانشان خمار می شکنند با این سرودهای زیبای تاجیکی. هر سرودی که هر شعری که انتخاب میکردند تا به معنای عمومی این شعر اگر سرفهم نمی رفتند او را به آهنگ داخل نمی کردند. این خیلی یک بسیار فهمش زیبایی داشت. همیشه معنی سرا بودند. بسیار شعر و غزل‌های بلند انتخاب کرده می‌خواندند و هدف از این زحمت‌ها، هدف از این انتخاب و این زحمت‌های پی در پی ایجادی تربیه یک بیننده شنونده معنی رس، تربیه ذوق مردم بوده است. باید مضمون شعر با آهنگ ساخته، با آهنگ یعنی که جا کرده جوابگو باشد و آهنگ به شعر و شعر به آهنگ هر دو به یکدیگر جوابگو باشند که اون وقت گل و بلبل می شوند. همین خیلی دل داشت که حتما میخواست که همون دو آدم اگر یک جای میشه اگر میخواستن که یک سرود خونه حتما او سرود میخواند برای اونها. همین هیچ کس میخواست که هیچ کس از او خفه نباشد. هر بزم آدینه هاشم امتحان شنونده بود و چی در معرکه و چی در صحنه یک شنونده معنی رس کفایه بود که او صدقاً بزم بکند. گریز سفر. نگاه دیگران جانی بی خود آر گرفت، خاک را از قدمت رتبه گلزار گرفت، از گلهای چمن زینت دستار گرفت،
من چی گفتم که دیدی نازکت آزار گرفت خاطرت از من به چاره به یک بار گرفت خاطرت از من به چاره به یک بار گرفت جمعی بیادی قدر چون توتی در فیغانم جمعی دی شوقی رویت بیمار و ناتوانم بعضی شهید هر شو از تیری ابروانم بعضی چون چدیل خون از خنده لبانم چشمان من برویت در عاشقی شمانم از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانم از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند روزه و بزمی جانان از ناز کشتی شستی با قصد جانی عاشق کردی کله شکستی دستم اگر نگیری هنگامی تنگ دستی من با تو باز گویم با صد نیاز و هستی چشمان من بروید در عاشقی شمانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند سرویسی هیزی قدر در باغ مانده حیران نادیدار از اطراف زد غنچه چاک دامان نرگیزی چشمی مستد افکنده سر به دامان چشمای من بروید در عاشقی چنانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند چشمان من بروید در عاشقی چنانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند از رشک یک دیگر را دیدن نمیتوانند گل جامه در از شوقی روید عنبر شکن از قدری موید گل جامه در از شوقی روید عنبر شکن از قدری موید زهری غمیش که تو چشیدم راحت سری موزی تو ندیدم باری علمت بسه کشیدم تا آن که به عاشقی رسیدم گل جامه در اندی شوقی روید عنبر شکن اندی قدری موید گل جامه در اندی شوقی روید عنبر شکن اندی قدری موید مه را چی مناسبت بگوید گل را چی مثل برنگ بگوید آتش نشود حریفی خوید فردوس نمونه دی کوید گل جامه در از شوقی روید عنبر شکن از قدری موید گل جامه در از شوقی روید عنبر شکن از قدری موید عنبر شکن از قدری موید آدینه هاشم شکوهی شاهاثر موسیقی خلق تاجیک فلک را تا به افلاک برد. او بود که ژانر موسیقی و آوازخوانی فلک عالمگیر شد. آره، به قول فروغ تنها صداست که میماند. سروده های جاویدانه او طنین می اندازند. دل از کمال شوق با او، با خونیاگری اصیل، با آدینه هاشم هم نوا می گردد. تمام غزلیات کلاسیکان تاجیک رو فکر میکنم آزاد و خیلی با یک تأثیرات میخوندند و ما جوانان با یک حسیات خیلی عجیبی گوش میکردیم و از آن بهره میبرداشتیم برای خود و استاد میرفتن ثبت سرود میکردند. اگر علامه اقبال زنده می بود
همه شعر خودش را در همین آهنگ شنیدن میخواست. این سخن همان سفیر پاکستان بود و به ما خواندن. مردمی که به معنای سخن میرسد استاد آدینه را میپسندیدند. آدینه هاشم طبع بلند شعر فهمی دارد. او سرودهای پس مضمون و از حسیات خالی را هرگز نمیخواند. مانند بعضی حافظان از خودش شعر بافته طبع تماشابینان را هرگز نمیگرداند. او سرودها را خیلی باسوادانه میخواند. این شهادت میدهد که حافظ حسیات، سوز و گداز و جوشش دل شاعر را خوب درک میکند و خود نیز هنگام سرودن به همان درجه به جوش میآید. غایب سفرزاده. زیر چرخی نیلگون تا جان وطن داریم و گوشی جان بر صورتی اهلی وطن داریم و گوشی جان بر صورتی اهلی وطن داریم از شجاعت مندی خلقی توانایی دیار از شجاعت مندی خلقی توانایی دیار سرفرازی ها به هر یک انجمن داریم ما سرفرازی ها به هر یک انجمن داریم ما من همانم که شما دیده و کف کوفته با همان ننگ و همان آر مرا یاد کنید. اسلوب آوازخوانی سنتی نیاگان را استاد در آفریده های خیش خیلی نکو حفظ نموده به آن تابش و جلای نو بخشیده است. سرشت هنر او از احساس خیشتن شناسی، افتخار از تمدن نیاگان، محبت بر وطن محبوب، ارجگذاری به صنعت موسیقی و آوازخوانی و صداقت به آثار ادیبان ترکیب یافته است. همایون پیران سخن باید بود، آبادگری هر انجمن باید بود. با صوت و سرود خوش چو آدینه ما در جان و دل شرق کهن باید بود. حق نظر غایب. ما همین سال 1961 چپونی کرده گرسیستم تا همین چینا همین رادیو میگیرم همین آواز ادنا هاشیم حقیقتا آواز همین فورم همین خیلی آواز در همین نظرم کورک های که هر وقت همین ادنا هاشیم همین رادیو در بایگا به نظر میاد که همین رحمتی پدرم زنده شد اومد. هم یک وقت همین جمعیان که میگن که ادنا هاشیم بالنسای همین تبرکلوز دا کسل خوای. بعد میرم همونجا خبرگیری میرم که روی کرود خوای دیگه ما ویدورش نکردم. بعد همونجا کم کم همین اوی چشمم ریختنهای گریون شدم که همین خیلی ما گفتم یه پکو پوالیای همین مردک چیگنو داره یه حافظ نغز یه مثال اوازی خوب داره همین را کسل کدای. بعد خودش ویدور شد گفت یه خبرنالی چیکار میکنی که دایم بالای سر ما گفتم خبرگیت اومدم.
گو بسیار نغز یک رادیو میگیرد که همین میبرد که گوش کنم همون آوازی آدینه هاشمه. بعد میگیرم که خودش واقع قربانی بسیار ساده بود مردک. بعد همون کلانی ده مرده ها میگن که راهبرشون میگن که ای یک قربانی شما خطا کردین، آدینه هاشم در این رادیو نمیگه. بخوام خیلی مثلا اول صحبت کردین یادآوری کردیم شما اینقدر مخلصی خوب هستین، خب اینقدر شیفته و شیدای آدینه هاشم هستید. حتی من گفتم که یک رادیوچه خرید از قربان علی و 10 روز در سر مثلا چوپانی آدینه هاشم در رادیو شعر نخوانده است. بس شوخی کردن که در همین رادیوی تو آدینه هاشم نمیخواند. همون رو شنیدم که در سنگ زده پاره کرده که آدینه هاشم که نخواند چی در کار این رادیو با من شکست میشه. خب من صبح نمیفوره دیگه ای حافظه دیگه همین واقعا بسیار مشاور خواست دیگه من یکم پیدا حواس نداره. حکای قربان علی بازار میدروید. وقت سیدگاهی تا توری بودن در همون از بازار 1-2 کیلو چهارمغز میگیرد. چهارمغز میگیرد در یک کاغذ میپیچونن دستش میتن خیلی کاغذ کشوده میشود. از بازار به بیمارخانه قریب 1 کیلومتر راه است. بعد پیاده رفتن میگیرد. همون سیدگاه در پشتش همون میرود تو پیش پدرم میرسد. بعد پدر میگه ای قربان علی اومدی، از کجا اومدی در این نصف روزی؟ خیلی سلام میکنه و بعد او کاغذ در چیزش میمونه، روی استال میمونه، خیلی سلام علیک میکنه. بعد میگه که نقه چهارمغز گرفتم، همون کلو هم خیلی کردگی کاغذ دوره کردگی حج میکنه در اینجا میمونه که در همون کاغذ 2 دانه چهارمغزه. دیگر چهارمغزش از همون بازار که همین بیاد آدینه هاشم که رفته است همین ریخته رفته است، همش ریخته است، 2 دانهش مونده است. میگم ما همین در فکر خودت همش ریخته است در راه. میخواهم که زمون شعرهای مکو یک چه بخوان. مرحمت. منش یک شنی موقع جهان گم کردم، یک شنی موقع جهان گم کردم. بلبلی مستم که راهی بوستان گم کردم. غنچه اینش کوفتم رفت از جهان با 100 علم. غنچه اینش کوفتم رفت از جهان با 100 علم. زن بگیم دوستان نام و نشان گم کردم. زن بگیم دوستان نام و نشان گم کردم. ای آفرین. بیمار می شود 1-2 روز قریب از گپ میموند، چشمش را گشوده نمیتواند. می قدر میکنن که قرمالی گپ زدن نمیتواند و همونجا میپرسن که قرمالی قدر مخلصی آدینه هاشم هستی، قدر آدینه هاشم دوست میداری، اقلا 1 سرود از آدینه هاشم خوان. وقتی که نام آدینه هاشم در پیش رو میگیرن چشمش رو میگشوید و همین 1 مصرع همون سرودی که یک گل از گلشن باغ جهان گم کردم همین را بزرگ میخواند و از عالم چشم.
در آینه هر سرود و ترانش مهر او، صمیمیت او، احساس زیبایی پرستی او، محبت او، آرزو و بویه های آسمانی او تجلی یافته است. مردی بسیار صافدل بوده به نهایت. همه هنرمندایی که بسیار همین جدیان عینا همه خیلی میشوند. مکتب فلک رو، هنر فلک رو، صدای فلک رو آدینه هاشم معرفی کرد به مردم. کتاب حافظ در بالای استال بابای آدینه دیدم، بعد گرفتم و یکم میسره را من میخونم، دیگرش همش وی میخونم. دائم در دست همین کتاب بوده، همین شبا در او خوابم نبود. میرفتید ساعت 1-2 شب که ورق زد کتاب چی سعیدا چی حافظ دیگه و دیگه شب ورق زده خونده شد. یک عادت بسیار خوب داشت که وقتی که یک سرود را آماده میساخت، حتما اولا از همین در کلوب بسیار یک دایره ادبی مستحکم بود. در همون دوره استاد شاه مظفر یادگاری، استاد اشور سفر، حق نظر غایب، حکیم زاده، سیدجان حکیم زاده، سفر محمد ایوبی، اینها که در همون شهر کلوب زندگی میکردند فعالیت داشتند، حتما اولا برده در نزد آنها با آنها نشان میداد، گوش میکردند، آنها فکرهای خود را میگفتند و از هر یک کسی که یگان فکر عقیده میگفت درباره شعر، درباره موسیقی، حتما به اینوبت میگرفت. استاد آدینه هاشم با هنر ناتکرار خود به کاخ بلند صوت و نوای ملت عظمت و شکوه بیشتری بخشیده است که آن هرگز از گذشت روزگار گزندی نخواهد دید، زیرا او اصالت و نفاست لحن و ضرب صوت تاجیکانه را در زیر و بم موسیقی جای داده بود. خورشید استعدادش به دنیای صنعت جاویدانه نور می پاشد. آدینه هاشم آن بلند نام و بلند آوازه که شاهینی هنرش در اوج فلک ها پرواز دارد به سمای زهره رفته است. ایدون استاد آدینه هاشم با ما نیست، ولی سرود و ترانه های جاویدانش همیشه با ماست. رفت تا دامنش از گرد زمین پاک بماند، آسمانی تر از آن بود که در خاک بماند. شاید خوب است که راستی را نبود هیچ زوال به جهان، سر اگر خوش شود پاک افسانه گردد. آواز تو در کجاست هاشم؟ ستار تو بی صداست هاشم. در حوض دو دیده من چی دیدم؟ در کوچه کبریاست هاشم. حیرت شنبه‌زاده. تا اهل ذوق هست، تا انسان‌های معنی رس هستند، ایجادیات استاد آدینه هاشم برجا و زنده خواهد بود. هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. تا وقتی که بزرگان هستند و آنها را یاد میکنند، آنها دائم همراه ما هستند و در پهلوی ما میمونند. هنر آن کس، صنعت استاد تا حال در دیده و دل اهل مردم تاجیک علنگه میزند و خرد و بزرگ مکتب استاد را میپسندند. آدینه هاشم را من یاد میکنم، غمخانه برای خود آباد میکنم. چینی جبین صدر جوابی طلب بود، ما سرنوشتی مردمی دنیا نوشته. اشک یک لحظه به مژگان باور است. فرصت عمر همین مقدار است. اشک یک لحظه به مژگان باور است. فرصت عمر همین
مقدار است. اشک یک لحظه به میشگان بار است، فرصتی عمر همین مقدار است. زندگی عالمی آسایش نیست، نفس آینه این اسرار است. نفس آینه این اسرار است. همچه آینه اگر صاف شوی، همچه آینه اگر صاف شوی، همه جا انجمنی دیدار است. همه جا انجمنی دیدار است. نزاکت سخنم نیست بلند، از صدا ساغری گل رار است. از نزاکت سخنم نیست بلند، از صدا ساغری گل رار است. نکشد شور از سرت خاکی سر، نفسی سوختگان هموار است. نفسی سوختگان هموار است. رونق دل خنده گل نمکی گلزار است. خنده گل نمکی گلزار است. اشک یک لحظه به میشگان بار است، فرصتی عمر همین مقدار است. شیشه سازی نمی اشک نشوی، عالمت سنگ دلان کوهسار است. عالمت سنگ دلان کوهسار